گفت یک مهندسی طبقه ششم یه ساختمونی ایستاده بود، میخواست کارگرش رو تو اون محوطه صدا کنه. انقدر صدای جوشکار و تیراهن و اینا زیاد بود نمیتونست. گشت این ور و اون ور، دست کرد تو جیبش یه تراول 50 در آورد، پرت کرد پایین تو محوطه برکه این نظرش جلب بشه. این افتاد روی سرش و افتاد پایین. این سریع برش داشت و گذاشتش تو جیبش و دوباره شروع کرد به کار. دوباره این ور اون ور رو نگاه کرد و صداش زد، متوجه نشد، دوباره دست کرد تو جیبش یه تراول سری انداخت. اینم دوباره خورد جلوی پاش و افتاد جلوی پاش و گذاشتش تو جیبش. دیگه این متوجه نمیشه، این ور اون ور یه سنگریزه کوچیکی رو گرفت و پرت کرد، خورد به سرش، سرش رو بلند کرد. حالا داستان ما تو زندگی انقدر از این تراولای نعمت و برکت خداوند میاد واسمون، هیچ سرمون رو بالا نمی کنیم سپاسگزاری و شکر بکنیم. به مجرد این که یه مشکل ریز سنگ ریزه‌ای میاد، سریع گله و شکایتمون رو شروع میکنیم. و مولانا چی میگه که شکر گویم دوست را در خیر و شر، یعنی در خیر که باید شکر کنی، در شرم من این رو شکر میگم. شکر گویم دوست را در خیر و شر، زان که هست اندر قضا از بد بتر. یعنی بتر هم میاد. اگه میخوای سنگریزه ها بزرگ نشن باید شکر کنی.